من محمد نوریزاد هستم. نویسنده‌ام، فیلمسازم، منتقدم. البته از همه این ظرفیت‌ها به حد اقلی و نه بیشتر دست یافتم. زمستان سال 88 و بهار 89 را در زندان گذراندم به خاطر نوشته‌هایم که ظاهراً تلخ بودند و گزنده و به زعم من صادقانه و خیرخواهانه. قریب 70 روز از این مدت را در زندان انفرادی گذراندم، در یک سلول کوچک به قدری که بشود در او دراز کشید و با دری سنگین و آهنین و دریچه‌ای به اندازه 2 کف دست. در زندان انفرادی داشتن کاغذ و قلم ممنوع است و من با ظرافتی که جای گفتن آن اینجا نیست شروع کردم به نوشتن نیایش با خدا. سخن به درازا نبرم، این شما و این نجواها و نیایش‌های من در روزها و شب‌های کند گذر سلول انفرادی. خدایا، آدم‌هایی مثل من تا زمانی که گرفتار کار و زندگی و رفت و آمد متداولند خدایی دارند هم ردیف کارشان، هم ردیف همسر و فرزند و دل مشغولی های روزانهشان. خدایشان به همین اندازه است و نه بیشتر. هر از گاهی به تو سری میزنند تا برای تداوم همان روند همیشگی حالی بگیرند و به زعم خودشان جایی در دل تو باز کنند. تو ای خدا برایشان یک رفیق ساده‌لوحی که به وقت ضرورت می شود سرش کلاه گذارد، تویی که با چند رکعت نماز و با چند اصطلاح قربتاً الاللهی ما را که مثل آب خوردن دروغ میگوییم به آنانی که دروغ نمیگویند و از دروغ متنفرند ترجیح میدهی. تویی که ما را با دست و دل آلوده‌ای که داریم به آنانی که صاف و صادقند ترجیح میدهی. تویی که انبانی از دوز و کلک‌های رایج ما را به لطف یک قطره اشک به کوهی از پاداش و ثواب تبدیل می کنی. تویی که از ترس شورش جاهلانه ما پا از گلیم خود فراتر نمی نهی. تویی که جرأت اعتراض نداری تا به ما بگویی آهای آدم‌های به ظاهر زرنگ، شما خدای منید یا من خدای شما. خدایا، به این نتیجه رسیدم که تو آنجا که پای به درون سلول انفرادی من میگذاری با خدایی که من در بیرون زندان می شناختم تفاوت داری. تو در بیرون زندان شرمندم خدا، به من محتاجی که تحویلت بگیرم یا نگیرم، به خلوت خود راحت بدهم یا ندهم. رک بگویم خدا، در بیرون زندان اراده تو در دست من است و تو هستی تا کمبودهای مرا جبران کنی. اما در داخل زندان، در اندرون سلول انفرادی، تو همان خدایی هستی که باید باشی، بزرگ و خوب و خواستنی، آنقدر بزرگ که من میتوانم
به چشمانش بنگرم و آنقدر خواستنی که با همه بزرگیش در همان سلول کوچک زانو به زانوی من می نشیند.